رفتم رو صحنه، میکروفون رو گرفتم دستم و رفتم تو حس و آهنگم و خوندم. وقتی آهنگ تموم شد همه منو تشویق کردن، فقط منو. یعنی انقدر خوب خوندم که همه هیجان زده شده بودن. خب پس چرا دوم شدی؟ اصلا به تو چه حسود؟ تو تا حالا اصلا میکروفون دستت گرفتی؟ میگم نکنه جواب آزمایش قاطی شده باشه. نمیخوام الکی امیدوار باشم. عزیزم دکتر خیلی با اطمینان صحبت میکرد. بیا به مامانم اینو زنگ بزنیم یا به مامان تو زنگ بزنیم اول؟ سوگل چی؟ امروز بعد میرفتیم دنبالش. عزیزم آروم باش، نگران نباش، فردا میریم. خیلی دوست دارم. الان دوست دارم بغلت کنم و دور خونه بچرخونمت، ولی میدونم قلقنه. من خیلی خوشحالم. ساغر چرا داری گریه میکنی؟ خیلی خوبه که هستی سوگل. تو با من کاری نداشته باش. برو پیش خانواده جدیدت. من هیچ وقت نمیتونم خانواده‌مو پیدا کنم. حداقل تو تنها نم. هنوز نیومدن؟ منتظرم. الان دیگه باید برسن. باشه بیا با هم منتظر باشیم. کمال کمک کنین. کمال کمکم کنین. کمک کنین. کمال کمک کنین. ای بابا چه خبره کله سحر؟ چه غلطی داری میکنی تو؟ لوح تقدیرمه که از مسابقه گرفتم. راستش میخواستم جلوی در ورودی پانسیون آویزونش کنم، ولی اون نریمان جادوگر اجازه نمیده. این موفقیت بزرگیه ها. رو سفیدتون کردم، بازم بهم حرف میزنین. واقعا که یکم احترام بذاری. تو اول خودت به خودت احترام بذار، بعد از دیگران انتظار داشته باش. اول رفتی از دافنه پول گرفتی که از مسابقه انصراف بدی، بعدش هم اونجوری بهش رو دست دادی. دافنه اون قضیه رو فراموش کرده. آره حتما فراموش کرده. به نظرم باید یه مدت ازش فاصله بگیری. تو جلوی دافنه از هم دفاع میکنی مگه نه؟ بالاخره منم یکی از شما هم دیگه. نه عزیزم، مگه اینکه تو خواب ببینی. اون موقعی که داشتی ازش پول میگرفتی مگه به من گفتی؟ نه. الان که گیر افتادی اومدی سراغ هم، به همین خیال باش. ولی اگه ساغر بود ازش دفاع میکردی. چون خانواده جدید نیومدن دوباره داری حرستو سر من خالی میکنی. این چه طرز حرف زدنه؟ بی تربیت. میکشمت، میفهمی؟ مواظب حرف زدنت باش. حرف دهنتو بفهم. سوگل بسه. مگه دروغ میگم؟ نیومدن دنبالت دیگه. گذاشته بودنت سر کار عزیزم. من به کسی نیاز ندارم، فهمیدی؟ خودم از پس زندگیم برمیام.
وقتی الکی واسه خودت خیال پردازی کنی آخرش این میشه. خودتو جمع و جور کن. چرا انقدر زود وا دادی؟ عمو کمال صورتت چی شده؟ از پله افتادم دخترم. چیزی نیست. باشه به جا مادر، مدرسه دیر میشه. ببین وسایلتم برات آماده کردم. مسعوده، برای اینکه بچه نترسه بهش دروغ گفتم. بد کردم. این دفعه دیگه با کی دعوا کردی؟ ها؟ باز کی بهت تهمت زده؟ آخه تو همیشه بیگناهی مگه نه؟ گیر دادی حتما میخوای بدونی چه خبره؟ ها؟ باشه، ولی بعداً از این حرفات پشیمون میشی. دیشب رفته بودم میخونه، میخواستم یه مشروب چیزی بخورم ولی نشد، نذاشتن. اسم دخترت سر زبون هر کس و ناکس افتاده. پشت سر ایلو یه عده میز کناری نشسته بودن، هرچی از دهنشون در اومد درباره اون ایلول. استغفرالله. ولی من حقشون رو گذاشتم کف دستشون، تا حد مرگ زدمشون، دهنشون رو پر خون کردم. یه مش به این یه مش به اون یکی. اونا منو کتک زدن ولی عیب نداره، دیگه جرئت نمیکنن اونجوری حرف بزنن. مسعوده، میدونی هر چی باشه ما یه خانواده ایم. دختر تو دختر منم هست. ایلولم یه روزی به اشتباهش پی میبره. کما اگه برن دم در مدرسه‌اش اذیتش کنن چی؟ حس که شوهرتو دستکم گرفتی ها. میگم حقشون رو گذاشتم کف دستشون، کارشون به بیمارستان کشید، دیگه هم جرأت. مسعوده، 2 تا تخم مرغ برام درست کن بخورم. همه جام درد میکنه عزیزم، بخورم یکم جون بگیرم. و اینجوری که نمیشه. چی شده؟ مثلا میخواستم عشقم رو سورپرایز کنم، براش نون تازه بخرم، نکن خودش زودتر پا شده میزو چیده. چرا این همه نون خریدی؟ کی میخواد این همه نون رو بخوره؟ آخه نمیدونستم کدومشو دوست داری، واسه همین از همش گرفتم.